دلتون میخواد کتاب خوندن رو شروع کنین ولی نمیدونین چه کتابای ارزش خوندن دارن و اولین قسمت از معرفی کتاب خوش اومدین. بهترین کتاب از نظر من یه داستان عاشقانه رمزآلوده که پر از حس ترس و تعلیقه که نقش اصلیش یه شبحه که توی اپرا زندگی میکنه و اون کتاب اینه. توضیحات بیشتر راجع به این کتاب و لینکش رو براتون میذارم. اگر که دنبال کتاب بیوگرافی میگردین که خیلی بتونین احساس نزدیکی به نقش اصلی داستان داشته باشین و تمام رنج و درد که تو طول مسیر موفقیتش طی کرده و از قضا خودش هیچ وقت موفقیتش رو ندیدن رو بخونین، حتما این کتاب رو بخونین. شور زندگی، بیوگرافی ون گوگ. اگر که به داستانهای کلاسیک علاقه دارین و از قضا این ماجرا براتون جالبه که یه دختر خدمتکاری که میاد زنه یه مرد ثروتمند میشه و به عمارتش نقل مکان میکنه ولی تمام طول اون مدت سایه سیاه زن قبلیش رو تمام اون خونه و ذهن همه سنگینی میکنه، حتما کتاب ربکا رو بخونید. یا حتی اون دسته از رمان‌های کلاسیکی که یه دختری که از طبقه ضعیف جامعه است و توی یتیم خونه بزرگ شده و به عنوان معلم سرخونه وارد یه خونه‌ای با یک صاحب پولدار میشه و قاطی اون ماجراها میشه و یک عاشقانه درجه یکی رو رقم میزنه، حتما کتاب جین ایر رو بخونید. یا اگه به رمان‌های فلسفی علاقه دارین که توش راجع به جاودانگی حرف زده و مردی که به خیلی اتفاقی از این نعمت بهره میبره و به مرور زمان میفهمه که یه نعمت نیست و در واقع اونو از لذت‌ها و معنای زندگی محروم میکنه، حتما کتاب همه میمیرند رو بخونین. یا اگه به دوران پرتلاطم انقلاب فرانسه علاقه دارین و دوست دارین راجع به دزیر کلاری، نامزد سابق ناپلئون بوناپارت و ملکه آینده سوئد چیزی بخونین، حتما کتاب دزیره رو بخونین.